قابلی پلو بعضیا دبسته فامیل نام داره. ای از همو قابلی است. رسیپی از شیلاجان قند است که خودش کلان شده کابل است. پیاز ها رو میگذاریم بریان شوه. گوشتم اضافه میکنیم. گوشت و پیاز 15 دقیقه سرخ شوه. چند دندان سیر، نمک، مرچ سیاه، آب جوش و مدد یک بخار پخته کردم. بگذارید خوب پخته شوه. بعد از زردک خود همراه چاقو مریزه کردم. کمکی که سرخ شد کشمش ها رو اضافه میکنیم، بوره و مقداری هل. درش بسته میکنیم تا در شربت خود آستا آستا پخته شوه. چند دقیقه. برنج خود از چلو صاف میکشیم. کف دیگ کمکی روغن پرتید. بعد از او برنج در این موقع آب گوشت اضافه میکنیم. نمکش هم امیالی مزه کنید. آب گوشت طعمش صد چند میکنه. گوشتای خودم در وسطش میمانیم. بعد از او برنجا روش میریزیم تا گوشت خشک و سیاه رنگ نشوه.